سلام. خب بازی تیار میشم میام. مردک جان چای نخورده به کار میری؟ امروز مجلس داره باید بر وقت به کار برم. من باید دکترم. برای چی؟ برای دکتر گفت که بیا تشخیص بزن. بله. و دکترش رو فرزندی مرا خوب نگاه. البته خوش منظوره. دیگه دختر معیوبت رو به خونه خود رامتی پدرش روانه نکنی؟ چی؟ خیلی سال نگاهش کردیم بس اوخی روز برش شاید بگی بابایش نگاهش کنم. شما وعده مردی دادین که کتی منظوره خوشبختانه من خودم فرزنددار میشوم. حالا کتی میدونه که در این یک خونه تنها برای یک فرزند جا است. من تو کی نگاه کنم فرزندی معیوبیت رو؟ بله خدای خدا رحمتی پدرش با بابای بیبیش نگاهش کنه. در حال نمیغلطیدیم. من میدونم در حال نمیغلطید. شاید بابای بیبیش نگاه میکنم خیلی خوب فکر رو کتام آمدن من رفتم کار. نه برو ما چه دختره خیلی چیزا تپوش مکتب بودن. الو مردک جان سلام علیکم. در خانه نون نمونده است. البته که در خانه آدم زیاد باشه ناخوریش زیاد میشه. ولی من کار دارم. سلام علیکم. سلام علیکم. چطور دارم چی؟ زحمت. چند سالش تکه جان؟ اکل جان میدونی چی؟ یک دختر بیمار داره. خب. هوای اومده بود این شیرینی گرفت که پدرم میآید پولش میده. هوای رو حساب کنید. دختری من گرفت؟ بله. بله حساب کنید. چند سال میشه؟ 50 سال. برای من. سلام. امیرکو. مرا گوش کن. من چند مرتبه به پیش تو گفتم که در نزد دیگران مرا پدر نگو. فهمیدی؟ قدر که پدر دوست داری سر قبل پدر رفته در آنجا تجا گفته داد بزن. فهمیده سی؟ من بیزارم است بازی فرزندی معیوب. خیلی در پیش من آبی دیده نریزم. شیطانی یکم تو. گم شکل در پیش. امیره جون امیره دادا با تلفن گپ زدستم چند بار گفتم دادا نگو مرا گم شد از اینجا نه اما دختری معیوبی زنم دختری معیوبت رو به خونه خود رامتی پدرش روانه میکنی؟ چی؟ خیلی سال نگاهش کردیم بس اوخی روز برش سلام علیکم اکا جان. پسندی مرا چیه؟ با جان و دل. شما که سردار شدین ولی چی ولی؟ سر شما من بس
راست میگویی؟ بله. من چند مرتبه به پیش تو گفتم که در نزد دیگران مرا پدر نگو. فهمیدی؟ من بیزارم است بازی فرزندی معیوب. امیره جان حالا که تو دخترم دودردار شده میدونی؟ ولی دودرت آسالی بود از بچه هم دخترم من رو خوب باش. من میدانم که چرا عذاب دادم خداوند به من فرزندی ناسالم بود. میبخشید. دیدی اکا جان خیلی سخنه رو شنیده چقدر عزیزی است. بله. ولی خوشبختانه فرزند شما سالم است. سرتون رو پیش باز گیرید. بله ما به نزد دادری امیره جان آمده من اکنون منظوره جان نامی دادرش را دختری من امیره جان میگذارد. چی میگذاری نامشد؟ یا نامی بد جایی برای ما پول بده بعد ما میگویم ما میرویم. من از این زندگی وفا ندیدم چقدر درد و غم رنج کشیدم گه تنه مردمان زی پشتم من از دوستان و